پارت دوم ترموستات آب سرد کنی یا مخصوص یخچال تگ. اگه پارت اول رو ندیدید ویدیوش توی پیج موجوده، برید تماشا کنید. خب تفاوت این ترموستات با ترموستات 1127 یا یخچال فریزری در چیه؟ هیچ فرق خاصی ندارن جز این که شماره 6 یعنی پایه مخصوص المنت حذف شده و شما برقتون رو یعنی فازتون رو شماره 3 میذارید و از شماره 4 برای کمپرسور برق میگیرید. یه پایه اضافه هم اینجا گذاشتن، اگر داخل کابین یخچالتون فن بود اونو بهش متصل کنید. تفاوت دومیش تو محل نصب بلوه. دیگه مثل 1127 این به بدنه تیریزون متصل نمیشه چون حساسیتش خیلی کمه و دمای کابین یخچال شما رو محاسبه میکنه. اگه قاب سقف یخچال رو باز بکنید که مخصوص خود همین ترموستات هست، یه لوله مسی کوتاه میبینید که از سقف اومده بیرون. هولوش 20 سانت از این بلو میره اون داخل تا دمای محیط یخچالتون رو محاسبه کنه و به موقع قطع و وصل کنه. حتما این ویدیو رو ذخیره کنید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید.